این حرکت هایی محمد شریف نجمیدین رو کمی ترک دارم. ابوبکر از یکی وزن من فکر میکنم که این وزنش به 78 کیلو نیست. اونهایی که تو وزن 71 کیلو میدانداری کردن ابوبکر 72 یا 73 کیلوگرم. تفاوتی وزن ها هم چندان زیاد نیست. هر دو از 71 کیلوگرم بالا. 2 یا 3 کیلوگرم محمد شریف نجمیدین رو وزنش فرق میکنه. چون در موردی گفتیم که اگر از 71 بالا باشد خود در 78 کیلوگرم همین طور هم هست. وقت خیلی کم بود 29 ثانیه محمد شریف نجمیدین است حلقه شد و وقت و اقربه ساعت توجه میکند که این نقطه برایش در همین سمت روسی میدان مهیا است و من اینطور توجه دارد 22 21 20 ثانیه های بشمار برای ابوبکر ابوبکر را تنها یک پرتاب پهلو از ورطه باخت رها میکند و خلاص در این وقت کوتاه. چون که وقت خیلی کم است دو امتیازی بدن گرفتند که برابری شود خیلی برایش مشکل تر است. نجمیدین آن هم ثمرآور ختم نشد. بناخیره کار به پایان میرسد. 5 ثانیه دیگر دیر شد. 1 ثانیه آگاهی محمد شریف نجمیدین آگاهی گرفت و در این مرحله غالب آمد و دوری نهایی رفت. با قایم شکرانت میدانداری میکند. برای مدال طلای چمپیونات امساله مملکت باید به کشتنگیری ابوبکر باقی باشد